همون جور که توی فیلم میبینید این ابراج‌البیت کنار خانه خدا قرار گرفته، اما پابجی توی مود جدیدش با یه حرکت شیطنت‌آمیز اومده این برج رو به یه برج خراب تبدیل کرده. این اولین بار نیستش که پابجی داره این کارو میکنه. قبلا هم تو مودای قدیمی یه وسیله آورده بود که شما میتونستید به عنوان شیلد استفاده کنید. اگه خوب به این وسیله دقت کنید شما کعبه رو میبینید. و نکته جالبش اینجاست که وقتی این آیتم معرفی شد، این آیتم زیر پای کاراکتر قرار داشت. بعد این مدت که مسلمان‌ها خیلی اعتراض کردن، پابجی اینو عوض کرد و به این شکل تبدیل کرد. پلیرهای قدیمی این مودم خیلی خوب یادشونه. باید میرفتی توی سن‌هاک به این بوتا تعظیم میکردی تا به تو لوت بدن. اما نکته قابل توجه این بوت وسطه. این بوت وسط رو اگه شما برعکس کنید باز میبینید که خانه خدا توی دستای این بوته. مورد بعدی واسه مپ لیویکه. اگه شما به این قسمت مپ لیویک بیاید خیلی واضح میتونید که بوز بوفومنت رو تو این قسمت ببینید. این نماد شیطان پرستی و ایلومیناتیه. و اگه تو ارنگل این قسمتی که واسهتون مشخص میکنم بیاید یکم که به جلوتر برید این درخت رو میبینید. باز هم یه نماد شیطان پرستی یا همون بوز بوفومنت روی این درخت هم پیداست. راستی به نظرت پابجی چرا انقدر با دین اسلام مشکل داره؟ نظراتتون رو کامنت کنید، همشو میخونم.